آقا تا یه رو 20 دقیقه دیگه خدمتتون میرسیم. بله والا آره امروز خیلی خوشحال شدیم. خواهش می‌کنم. خدا بشهر نه چرا آقا میخواد بیاد اینجا. خدا شما چه لایلیاقت میشه از ما. خوش آمدی. خوش آمدی. خوبی؟ خوبم خوش آمدی. خوش آمدی. رفت دری. درود بر شما. درود بر ایرانیان. درود بر همه ملت ایران. که در دل شما آرامش و خوشبینی و شادی و انشالله همیشه نازل کنید. در سایه شما. انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خب شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه این کوچیک کربه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظت. من خیلی خوشحال شدم. آقا چه شما تشریف آوردین خونه من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست و یه من مسلمان هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خوب کردی. خب ما به همه میگفتم. این حاج آقام بهش گفتم این حرف منو. بله. ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم، دیر آمدیم، از شما عذرخواهی. خواهش میکنم. کارم زیاده، گرفتاریم زیاده. خدا عمرت بده. میرم دل خانواده‌های شهدا. خب شهدا هم الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمسه، اگرچه شماها کریسمستون 10 روز دیگه است. شما آشوری هستیم. ما آشوری هستیم. هرامنه 10 روز. هرامنه 10 روز. شما همین 25 دسامبر. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدین؟ رهبر خونه ای من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیای خونه من. در دل من. خب از این کیک خونگیه نمیخواد. من چیزی دادی؟ میگم خیلی. شما ترکی که بلدی لابد هم عمومیه بودید سالها. آشوری هم صحبت میکنید. بله. آشوری با ترکی خیلی فرق داره؟ خیلی فرق داره. آشوری نزدیک عربیه حاج آقا. بله منطقه عربیه. کلدان و آشور. مثلا تیل ما میگیم تیل. بابا یمه. یمه میگیم عجب. مادر. بله اختی. عجب اختی هم داره. آجا این کیک خونگیه. دست دیگه درد میخوریم کیک خونگی شما رو انشالله با نشده میخوریم انشالله. دستتون در سعادتی. سعادت از این بزرگتر دیگه. خیلی کیک خوشمزه ایه. نوشه جان. شما نمیخورید؟ بفهمیم. میوه‌ام باید بخورین. از این آجیلا باید بخورین. عید آمدین منزل شهید روبرت پلازا. فقط ها این خونم کوچیکه دیگه. چیکار کنم؟ دلتون بزرگ باشه. وقتی دل انسان بزرگ بود، وقتی انسان هدف داشت، با اون هدف همراه بود، همه جا براش بسته. هر کجا تو با منی من خوشدلم، ور بود در کنج چاهی منزلم. خب انشالله عیدتون مبارک باشه، انشالله زندگیتون مبارک باشه. شب خوبی بود. همچنین که شما برای ما که اصلا شب به یاد ماندنی تا آخر انشالله که
همیشه دلتون شاد باشه. خیلی زنده. خدا انشالله این آقایون رو به شما ببخشه، اینا فرزندانشون رو خدا بهشون ببخشه، همه تون رو انشالله خدا من عاقبت به خیر کنه. چیزی فرمودیم؟ خدا حافظ. به سلامت. خدا حافظ شما.